بینندگان عزیز، امروز مسابقه اصلاح مو بر اساس مدهای ایرانی در تهران برگزار شد. مختاریان و گزارشی از این مسابقه. همه چیز برای این مسابقه جذاب و حساس آماده بود. 60 آرایشگر منتخب فرصت داشتند در 2 زمان 22 دقیقه‌ای و 8 دقیقه‌ای هنر خود را در کوتاه کردن مو و سشوار زدن به نمایش بگذارند. داوران با دقت بر کار رقابت کنندگان نظارت داشتند. برای این آقا انتخاب کردی و بر اساس چه ویژگی‌هایی خاصی؟ بله، صورت ایشون بیضی هستش. بعد مدل موی رو انتخاب کردیم که صورتش رو بیضی تر نشون بده. ایشون صورت گردی دارن، صورتشون گرد هستش و صورت ایشونو سر ایشونو باید به صورتی اصلاح بکنیم که صورتشون رو کشیده نشون بده. این آقا ما این حالت کپ ساده بزنیم که اینجا یه حالت پف ایجاد کنه که موی مشتری و سرش رو گرد نشون بده. رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، انجام خطوط خطی، رعایت چهره شناسی یا مورفولوژی، ابداع مدل ایرانی، شستشوی سر و سشوار، کوتاهی موی سر، رینه‌کار مواردی بود که برای رقابت کنندگان امتیاز آور بود. 35 امتیاز، 31 امتیاز. نمره خوبیه دیگه. بله. مسابقات به مرحله نهایی خودش رسید و آقای محمدیان با 396 امتیاز به عنوان نفر اول این مسابقات شناخته شد. خب آقای محمدیان تبریک میگم، خیلی ممنون شما. مدل مو شخصیت یک انسان رو نشون میده و خودم به شخصه دوست دارم که یه مدل رسمی و کلاسیک باشن. شما تا به حال چند مدل مو انتخاب کردی برای سر خودتون؟ ما رو به بالا زدم، بغلا رو سفید کردم، بعد فشن در آوردم، بعد به این مرحله رسیدم که ساده خیلی قشنگ‌تر میشه تو صورتم.